با هم غذای لاکچری بخوریم. ما میدونیم مردم خیلی هم به خاطر گرونی و اینجور چیزا غذا ندارن، غذای خوب نمیتونن بخورن. اینا رو همه شما الان یک جا نمیخوریم. برای اینکه بدونیم که چه غذاهایی دارن اینا رو فرستادن. انواع کیک رو دارن، انواع پیراشکی و فینگر فود و غذاهای خوشگل مشکل برای جشن‌ها و تولدها و عروسی‌ها و هر جا شما بخواید با همین چوبا براتون ارسال میکنن، همین چوبای زیرش. خیلی قیمتاشون هم خوبه. از طرف منم بریم بهتون تخفیف میدن. مشهد هستن. کیفیتشون هم خیلی عالی و خوشمزه و درجه‌ای که از رستوران‌های لاکچری هم خوشمزه‌تر و خوشگل‌تر درست کردن. همینطور که می‌بینید. یک ذره برنج نیست، مثل حالت ساندویچ و اینجور چیزایه. نه یک ذره میخواد. ببینیم کدومش خوبه. یه جوجه پیراشکی مرغه. انشالله سفره همه پربرکت باشه، همه بتونن غذای خوب سفارش بدن، همه پولدار شن و پرروزی. الامین انشالله. خیلی خوشمزه بودم. از یک تبلیغ قارمه مدن برای همه خدا برسونه. اللهم خیلی خوب بود، خیلی خوشمزه بود. آیدیشون رو پایین صفحه گذاشتم، فالو کنید، حمایت کنید. و اونایی که خرید ندارن هم شهر دیگه هستن، لطفا حمایت کنن، فالو کنن.